خب مارجان شما بگو که قبلا روستاها چطوری بود زمان قبل؟ خیلی بهتر از الان بود. روستاهای قدیم برنجکاری داشتیم، گاو داشتید، از شیر گاو استفاده کنید. مرغ و خروسشان همه طبیعی، درختان میوه فراوان. و موقع پیر خدا بیامرز خانه خودشون پیر ما رو بیامرز. اون زمان همه چی میوه‌جات فراوانی، اصلا از گیرفرود، از بالنگ، از خوک زکن همه خوردید، همه ماشاءالله سرخ و سفید مثل تو. ایده جا خوشگلتر، هیچ احتیاجی به هیچ جنس نان خودشن میمار خدا بیامرز تنور چکده بود، همه کارگران اما یه نان 10 تا اما خوردیم، 200 تاشون خوردیم. اما صبحانه با نان عطر میره از خارج بیریشنیم، یعنی با عطر میوه‌جات و شیر و دوغ و پنیر و ماست با شام بزرگ بودیم. چه پدر مادران اون موقع چه امکاناتی درست داشتین؟